بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مهربان در این ماه مبارک، در این ماه رحمت، آن شیرمردانی که دفاع از وطن عزیزمان تاجیکستان کردند و جان خود را از دست دادند، الله مهربان رحمت و مغفرت کرده باشد. البته یک سنگ وطن ریشه دندان من است. برادران عزیز، امروز همتان مشاهده کردین و دیدین که شمشیر و یا اینکه برادرای عزیز تیر و تفنگ بجز بلا و مصیبت، بجز خون بیگناه، بجز قتل، بجز غارت دیگر چیزی دیگر نمیتواند باشد. الحمدلله امروز اکثریت برادران درک کردند که بی امنیتی، ناامنی وطن چگونه دردی هست، چگونه رنجی هست، چگونه حسی هست. اون نفرایی که آهواه مادران را درک نکردند و نفهمیدند به گوشهای خود، آنها هیچ پروایی ندارند. هستند نفرهایی که همیشه از پی اغوا انداختن هستند، همیشه از پی جنگ و جوش هستند. ولی امروز برادران عزیز دیدید که چندین مادران عزیز بی فرزند ماندند، چندین طفلکان خرد بی پدر ماندند، چندین بانوان بی شوهر ماندند. سببش چیست برادرای عزیز؟ او جوانهایی که شهید بودند به مانند ما و شما آرزوی زندگی کردن نداشتند. جوانهایی که برادرای عزیز شهید شدند به مانند ما و شما فرزندکاشون دوست می داشتند و آرزوی دیدن توی فرزنداشون بودند. ولی به خاطر آنی که ما و شما در جاگاه ما خوب کنیم، رفتن و دفاع کردند، رفتن مبارزه بردند و رفتن خون ایشان در آنجا جاری شد و شهید راه حق شدند. البته من 100% میدونم امروز هست با نفرایی که وقتی این سخنا را میشنوه میگن ها یا بزن یا فلانن یا بهمدانن یا چاپلوسن یا دیگه و دیگه. شما همون شخصیت هایی هستی که مادر شما از فراق فرزند گریه نکرده است. شما همون شخصیت هایی هستی که آه و ناله مادرها و پدرها را ندیده که امروز میخیزه این سخنا را میکنی. الحمدلله رب العالمین، یگان کس، هیچ نفر و هیچ شخصیت برادرای عزیز و گرامی قدر خواهش آن نیست که یک سنگ به سوی یک برادرش حواله بده. ولی برادران عزیزی من همه وقت یک چیز دانسته بگیریم که نفرانی که شهید شدن به مانند ما و شما مادر داشتن، پدر داشتن، زن داشتن، فرزند داشتن، ولی به خاطر دفاع از وطن عزیزمون برادران عزیز ترک همه اینا کردن. پس هرگز این را فراموش نکنید و در این ماه رحمت همیشه دعاگو باشیم که الها وطن عزیز ما را همیشه تنجی و امانی عطا بفرما و دشمنان دین و ملت ما را یا الله خار و ذلیل بگردان. برادران عزیز، او پدر و مادرایی که فرزندان خود را از دست دادن، در این ماه رحمت از الله مهربان برای ایشان صبر جمیل خواهان هستیم و این باید برادران عزیز برای ما و شما درس شود که تیر و تفنگ، شمشیر به جز خون بیگناه دیگر هیچ کاری کنده نمیتواند. جویها پر از خون می شود، کوچه ها پر از خون می شود، خانه ها ویران می شوند، زنها بی خانمان می شوند، فرزندا بی پدر و بی مادر. سببش چی است برادرای عزیز؟ تیر و تفنگ. پس همیشه دعاگو باشیم که پروردگارا در تمام دولت های روی دنیا صلح و صلاح بیار و این چونین در وطن عزیز ما. خب برادران عزیز، الله مهربان یار و مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.